تعالى. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال ما را هدایت بکنه و استقامت نصیب بکنه و توفیق نصیب بکنه که آنچه را که در این راستا میفهمیم نامهای الله را بفهمیم و مطابق از زندگی بکنیم. هشتمین نقطه که ما و شما در صفت الحکیم الله، نام الحکیم الله فهمیدیم که الحكيم وهو الحاكم الذي تعتبر إطاعة حكمه من لوازم توحيده وإطاعة غيره شرك وضلال. در قرآن عظیم شان و در حدیث امی قسم آمده هست که حاکم است، الله الحکیم است. او حاکم است که اطاعت حکمش از لوازم توحیدش است. وقتی که تو موحد هستی بالای تو لازم است که اطاعت از حکم الله بکنی و اطاعت غیره شرک و ضلال. و اگر تو اطاعت از غیر از الله میکنی اینجا شرک است و گمراهی هست. میم آیات قرآن در این راستا میبینیم الله متعال میگه ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین. میبینید آیا ام لهم شرکاء، آیا بر از اینا شریکایی هست که شرعوا لهم من الدین، بر از اینا ساخته اند از دین، قانون گذاری کردن از دین، ما لم یأذن به الله، قانون ساختن، چیزی ساختن که به او الله اجازه نداده است. اینجا اگر شما دقیق شوین یعنی کسایی که قانون میسازن که ضد شریعت الله هست، این آیت شریف امیر افاده میکنه که کسایی که قانون میسازن که ضد شریعت الله هست ایره الله متعال میگه که شرکا، یعنی اینا به امرای الله شریک های قبول کردن. ام لهم شرکا، آیا بر از اینا شریکای هست؟ شریک با کی هستن؟ شریک با الله. با الله شریک ساختن که اونا چی کنن؟ احکامی که الله میسازه اونا را هم شریک کردن که ای برشان همی احکام همی قوانین بسازن. ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم و ان الظالمین لهم عذاب علیم. خب در آیت در سوره کهف آیت 26 الله متعال میگه که قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به و اسمع ما له من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. ببینید این نقطه را بسیار دقیق است که ولا یشرک و الله شریک نمیکنه فی حکمه، در حکمش احدا، هیچ کسی را. یعنی هیچ کسی نمیتونه که در حکم الله که وقتی الله حکم میکنه تعیین میکنه که حلال است و حرام است و جایز است و ناجایز است، هیچ کسی را شریک نمیکنه. حتی پیغمبران در حکم الله شریک نیستن. پیغمبر مبلغ است، برای پیغمبر وحی جلی میآید قرآن، وحی خفی میآید احادیث و جبریل امین علیه السلام از جانب الله سبحانه و تعالی برای قرآن میره و احادیث به شکل وحی خفی برش میره و برش تشریح میکنه و بیان میکنه. این حال اینجا چی میگه؟ ولا یشرک فی حکمه احدا، به این معنی که اگر کسی حکم کسی دیگه قبول میکنه که کسی مخلوق برش قانون بسازه، پارلمان قبول میکنه، بر از او رأی میده و این پارلمان باید بر ما چی کنه؟ قانون سازی بکنه. ایره در قانون در شریعت الله چی کرد؟ شریک کرده. و الله متعال میگه شریک نمیکنه. ایره شرک گفته، شرک. متوجه هستین؟ این شرک. علامه شنقیطی رحمت الله علیه یکی از مفسرین قرآن است. او در تفسیر این آیت شریف چی میگه؟ میگه و یفهم من هذه الآیات، میگه از این آیات، این که مفسر قرآن است میگه از این قسم فهمیده میشه که قوله تعالی ولا یشرک فی حکمه احدا، این آیت میگه از این که الله میگه که ولا یشرک فی حکمه احدا ان
طبیعی احکام المشرعین غیر ما شرعه الله، یعنی از این میگه تو فهمیده میشه که هر کسی که یعنی کسایی که مطابقت میکنه احکام قانونگذارایی را که بغیر از شریعت الله هست، انهم مشرکون بالله، اینا مشرک هستن به الله یا مشرک هستن. یعنی علامه شنقیطی میگه این آیت قرآن عمیق فهمیده میشه که هر کسی پیروی میکنه از قوانینی که ضد شریعت الله هست، از این قوانین پیروی میکنه، میگه انهم مشرکون بالله، اینا مشرک هستن با الله. بفهمه که اینا مشرک هستن. و هذا المفهوم جاء مبینا فی آیات اخر، میگه این مفهوم در آیات دیگه تشریح شده هست. علامه شنقیطی رحمت الله علیه بسیار آیات دیگه ها ذکر میکنه. میگه مثلا و این اطعتموهم انکم لمشرکون. میگه ببین الله گفته، الله متعال گفته که و این اطعتموهم، اگر شما از این کسایی که قانون ساختن که ضد شریعت الله هست، اگر قانون کپیتالیستی هست، اگر قانون سوسیالیستی هست، اگر قانون مارکسیستی هست، اگر قانون دموکراسی هست، قانون ملل متحد است، الله متعال میگه اگر شما از اینا اطاعت کردین انکم لمشرکون، یقینا که این سعی کنین تحقیق چی هست، ادات توکید است. انکم لمشرکون، لام هم برای چی آمده؟ برای توکید آمده، یعنی شما حتما مشرکان هستین. فصرح، این علامه شنقیطی عالمی مفسر قرآن چی میگه؟ چه قسم تفسیر میکنه؟ میگه فصرح، میگه الله تصریح نموده به انهم مشرکون بطاعتهم، میگه الله اینجا تصریح کرده که اینا مشرک هستن به طاعت کردنشان کی را؟ امی قانونگذارایی که ضد قانون الله قانون میسازن. میگه الله متعال اینجا تصریح کرده که اینا مشرک هستن. پس اطاعت از قوانین پارلمان ها، قوانین اساسی کشورهایی که قوانینشان ضد شریعت الله هستن، هر کسی که از این قوانین میگه مطابقت میکنه یا مشرک هستن. و هذا الاشراک فی الطاعه، عالم مفسر قرآن چی میگه؟ میگه این شرک در طاعت است. امروز بسیاری کشورهایی که در اونجا تواقیت حاکم هستن، در پوانتون ها، در مدرسه ها، در مساجد اجازه نمیتن کسی شرک در اطاعت تشریح بکنه. شرک قبور تشریح میکنن، شرک قصوره که شرک اطاعت است، شرک قصرها را او را تشریح نمیکنن. شرک بت پرست قبر پرست تشریح میکنه که اینی بت پرست است، ای مشرک است، این مشرک است، این کافر است. قبر پرستی قبر پرستش میکنه، مشرک است. اما او طاغوت و فرعونی که اونجا هست، شرک ازیره تشریح اجازه نمیتن. متوجه هست؟ به خاطر اینمی بیان شرک اطاعت بسیاری از علما در بسیاری از کشورها چی شدن؟ در زندانها و در بندیخانه ها هستن. چرا؟ اینا برشان اجازه داده نمیشه. این عالم چی میگه؟ میگه الله متعال میگه که و این اطاعتموهم انکم لمشرکون، اگر شما اطاعت بکنین یقینا که شما مشرک هستین. فصرح، میگه تصریح کرده، واضح الله صراحتا بیان کرده که انهم مشرکون بطاعتهم، یا به خاطر چی مشرک هستن؟ به خاطر از اینکه اطاعت از قانون کسی میکنه و قانون ضد قانون الله ساخته، ضد شریعت الله ساخته. و هذا الاشراک فی الطاعه، الشرک در اطاعت است. بیارین چقدر کتاب ها هستن که درباره کتاب های عقیده را ببینید در بسیاری از کشورها، در چند تا از این شرک در اطاعت است. 20 سال پیش در بسیاری از کتاب ها بود، اما 20 سال بعد این کتاب ها را چی کردن؟ بسیارش احس کردن و از بین بردن، و علمایی که کتاب ها را نوشته کرده بودن به نام های عجیب و غریب. در قسمت منع از عبادت شیطان هم میگوید ای ما یعبدون الا شیطانا، یعنی اینها عبادت نمیکنن مگر شیطان را. این عالم چی میگه؟
و ذلك به اتباع تشریعه. میگه یا که عبادت شیطان میکنن، میگه در قرآن به خاطر ازی که اینا متابعت از قانون شیطان میکنن، شیطان پرست هستن. شیطان پرست چی مانا؟ شیطان پرست به این معنا نیست که برای شیطان سجده و رکوع میکنن، نه، قانون شیطان میره به عوض شریعت الله تطبیق میکنه. از این خاطر الله میگه ما یعبدون الا شیطان. و میگه که این نقطه رسول الله صلی الله علیه و سلم به عدی بن حاتم، عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه صحابی هست، قبلا نصرانی بود، مسلمان شده، فکر میکنه که عبادت یعنی چی؟ یعنی رکوع و سجده، نمی عبادت است. اما پیروی از قانون کسی این عبادت نیست. این عالم میگه که وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم عدی بن حاتم پرسان کرد که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، در اینجا الله میگه که یهود و نصارا علمای خدا و پیرهای خدا اینا عبادت کردن، رب خود گشتاندن. این پیشش سوال بود که ما خود رب خود نساختیم. فبین له انهم احلوا ما حرم الله، اینا را وقت رب خود قرار دادن که اونا چیزی که حلال الله بود برشان حرام کردن، و حرموا علیهم ما احل الله، و حرام کردن چیزی که الله حلال کرده بود. فاتبعوهم فی ذلک، پس اینا از این متابعت کردن. و این ذلک هو اتخاذهم ایاهم اربابا، اینمی رب گرفتن است، اینمی نقطه رب گرفتن است که یک عالم میخیزه حلال بر تو حرام میسازه و حرام بر تو حلال میسازه، یک پارلمان میخیزه شراب حلال میسازه، یک پارلمان یک حکومت میخیزه مثلا زنا را اختیاری را اجازه میده، همجنسگرایی را چی میکنه، ازدواج همجنس اجازه میده. از قانون ازی مطابقت کردن، از آیین ازی، از دستور ازی، از قانون اساسی ازی اطاعت کردن و اونمو کسا را رب خود جور کردن هست. این مفسر قرآن میگه. باز میگه صریح ترین آیت در این راستا میگه در سوره نساء هست. ادعای ایمان، با وجود ادعای ایمان تحاکم به طاغوت میکنه. میگه صریح ترین آیت اینه، بفرمایید در قرآن بخوانید. او میگه در نتیجه و به هذه النصوص السماویه التي ذكرنا يظهر غاية الظهور ان الذين يتبعون القوانين الوضعيه. میگه همین آیات قرآنی که ما و شما بر شما در سوره نساء است، نه الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك ويريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. الله میگه کسایی که گمان میکنن که ایمان دارن به قرآن، ایمان به ما انزل اليك و ما انزل من قبلك، لکن یا چی میکنن؟ وقتی که در محکمه میرن میخوان محکمهشان محکمه طاغوتی باشه. طاغوت یعنی کسی که قانون ضد شریعت الله محکمهش است. محکمه است که قوانین است که در ضد شریعت الله است. میگه از این عالم چی میگه؟ میگه و به هذه النصوص، امی آیات قرآنی که کلش دمی راستا هست، التي ذکرنا یظهر غایت الظهور، میگه از این بسیار واضح آشکار میشه. من مفسر قرآن میگه هستم، فهمیده قرآن است، قرآن هم میفهمه، صرف، نحو، بلاغت، تفسیر حدیث، تفسیر قرآن نوشته کردم. میگه که از این آیات ما ات استنباط میشه و ات میگه خوب ظاهرا آشکار است برای انسان ان الذين يتبعون القوانين الوضعيه التي شرعها الشيطان، میگه کسایی که یتبعون مطابقت میکنن القوانین الوضعیه، از قوانین وضعی یعنی قوانین ساختگی که التي شرعها الشيطان، او قوانینی که او را ساخته هست، مشروع ساخته است شیطان، علی السنت اولیایی، به زبان دوستایش. از دوستای شیطان کی هست؟ مثلا نمایندای پارلمان و قانونگذارا و قانون اساسی سازا، مخالفتا لما شرعه الله، که اولیای شیطان این قانون چه قسم ساختن؟ مخالف شریعت الله ساختن جل و علا، علی السنت رسوله، به زبان شریعتی که الله در زبان پیغمبرایش او را با وحی جلی و خفی برشان روان کرده. میگه اینی کسایی که این قانون ها را میسازن انه خب میگیم چی میگه؟ ان الذين، کسایی که مطابقت میکنن، متوجه باشین، مطابقت میکنن از قوانین وضعی که ایره میگه شیطان ها ساختن به زبان دوستای شیطان، یعنی شیطان جنی بر دوستای، یعنی شیطان های انسانی که دوستای شیطان جنی هستن، یا آمدن قانون ساختن که قانونشان مخالف شریعت الله هست.
ضد شریعت الله هست که ایره الله توسط پیغمبرای خود بر مردم بیان کرده، انه لا یشک فی کفرهم و شرکهم، اینی کسایی که از این قوانین پیروی میکنن در کفر از اینا و در شرک از اینا هیچ شک نیست. الا کی شک میکنه؟ من طمس الله بصیرته، مگر کسی که الله متعال بصیرت از او را از بین برده باشه، و اعماه عن نور الوحی مثلهم، و ایره از نور وحی کور ساخته باشه، حق درک نمیکنه. اما کسی که قرآن میخونه و به این آیات تفکر و تدبر میکنه، میفهمه کسایی که پیروی از این قوانین میکنن اینا در شرک و در کفر مبتلا هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.